افسانه پادشاه دوراجریش. پادشاه دختری داشت. با زیبایی‌اش در تمام عالم مشهور شده بود. به راستی که او در زیبایی به همتا بود، لیکن به مثل او مغرور نبود. یگان کس را سزاوار خود نمی‌دانست. کسی به خواستگاری می آمد، جوابی رد می شنید و باز یگان سخن بد شنیده و یا یگان لقبی خنده آوری را صاحب می شد. پادشاه پیر همه گناه های دختر یگانش را می بخشید، لیکن در آخر همه نازهایش به جان او هم زد. او فرمان داد که یک جشن کلان برپا نمایند و از مملکت‌های دور و شهرهای همسایه همه جوانان را تکلیف نمایند که حالا امید به شاه دختر داشتند و مهر او را به دست آوردن می‌خواستند. خواستگاران زیادی آمدند، آنها را قطار نمودند، یکی پس دیگری از روی منصب و درآمدشان. در قطار اول پادشاه و شاهزاده ها، سپس وزیران و در آخر اشرافان عادی می ایستادند. سپس دختر را از نزد این قطار می گذرانند تا اینکه او تواند که داماد شونده ها را از نظر گذراند و از آنها یکی را انتخاب نماید که به دلش پسند آید. این مراتبه هم یگان کسی به دختر محکوم نشد. یک داماد شونده را بسیار فربه دانست. ظرفی پر از آب جو، گفت به او. دیگری را درازی نول باریک چون قوی باطلاق حسابید. پایهای درازی قو راهی راست را نمی یابند. چهارم را او رنگ پریده حساب کرد، به مثل مرده سفید قاق چون چوب. پنجمش به حد رویش گلابی است، سرخ پوست به مثل سرطان مانند است. ششمش قامتش نه چندان راست است. هیزمی تر و تازه پشت آتشدان خشک می شود. تر بود، خشک شد، راست بود، کج شد، خلاصه که گویا بر سری همه با چهار مغز می زد. لیک با کدام سبب بیشتر از همه به شاه جوانی که در قطار داماد شونده ها نه چندان جای خوبی را گرفته می ایستاد مناسبت خوش نشد. به نظر می نمود که حال خود او خنده آور نبود. این جوان می توانست که به دیگر زیبا صنمی پسند آید، نه به این شاه دختر. شما می دانید شاه دختر بیدید که ریش جوان از بودش باریکتر است و خیلی پیش برآمده است. برای شاه دختر این کفایه بود که به حال این جوان بخندد. آه، خطاب نموده بخندید و نگاه کنید ریش او به مثل نول پرنده دراج است. پادشاهی دوراج ریش. از بس که در عالم آدمان زیادی میخواهند که بر حال همسایه هایشان بخندند، همان زمان این نام را پهن ساختند و از همان وقت کسی نام این پادشاه را نگرفته او را پادشاه دوراج ریش نامیدند. هر خنده و شوخی به پایان هم می رسد. وقتی که پادشاه پیر پدر شاه دختری زیبا دید که دخترش تماما فکر انتخاب داماد را نمی کند، تنها به حال آنها مسخره کرده ایستاده است، او در غضب شده با سری خود و تاج شاهی خود قسم خورد که دخترش را به آدمی کمبغلی بیچاره‌ای که اولین شده به دروازه دربار میزند به شوهر خواهد داد. از بین 2 روز گذشت. انا در طی تیره‌زه های قصر تارها جور شدند و کدام یک حافظی دیدوی به سرودخوانی آغاز نمود. سرودش به آهنگش موافق بود. خودی سرودش از آن سرودهایی بود که نه برای شادی و رقص سروده می شد، بلکه برای رحم و شفقت رو در دل شنونده ها بیدار نمودن سروده می شد تا اینکه از آنها پاره نانی را ستاند. لیکن پادشاه به سرود گوش داد و برای به نزد او آوردن نوازنده خدمتگاری را روان ساخت.
او را گذارید بگذار به اینجا حاضر شود. گفت او. گدای بیچاره با لباسهای افلاس و دریدگیش وارد قصر شد و در نزد پادشاه و شاه دختر چیزی که میدانست و در خاطر داشت بخواند. سپس تعظیم کرد و خواهش نمود که انعام به او دهند که نه برای مهارتش بلکه برای کوششش داده شود. پادشاه گفت انعام به مهنتت راست می آید. برای من برادر سرودخانه‌ات پسند آمد که من قرار دادم که دختر خودم را به تو به شوهر دهم. این سخنها را شنیده شاه دختر از دهشت به نزد پدرش به زانو افتاد، لیکن پادشاه تا حتی به او نگاه هم نکرد. هیچ چیز کرده نمیتوانی. گفت پادشاه من با سر و تاج خود قسم خورده بودم که تو را به گدایی که اولین شده به چشمم میرسد میدهم و هم به قولم وفا میکنم. گفت پادشاه. شاه دختر چقدر اشک بریخت و چقدر زاره کرد همش بیفایده بود. او را همان زمان به آهنگسازی قشاق نکاح کردند. پس از نکاح پادشاه گفت در دربار پادشاهی زندگانی نمودن زن گدای خوب نمی شود. می توانی که با شوهرت به 4 طرف برآمده روی. نوازنده گدا سخنی نگفته از بازوی زن جوانش گرفته از دروازه قصر بیرون شد. در حیات شاه دختر این اولین مراتبه بود که او خودش پیاده از دربار بیرون شده بود. او سرش را خم نموده به اطراف نظر نکرده از پشت شوهرش در راهی پرسنگ و پرچنگ قدم میزد. آنها در دشتها و تل و تیپه ها در کنار راه ها و پیراه ها مدتی دراز می رفتند. بالاخره راهچه آنها را به جنگلی سیردرخت آورد. آنها در زیر درخت بلوط نشستند تا اینکه کمی استراحت نمایند و شاه دختر با محبت به درختانی سایه انداز نگاه نموده پرسید این جنگل از آن کیست که این آسمان را پوشیده است؟ این جنگل را پادشاه دوراجریش صاحبی می کند. اگر تو زن او می بودی از آن تو هم می شدند. شاه دختر به فکر فرو رفت. سپس آه کشیده گفت اگر به من آزادی می دادند من زنی دوراجریش می شدم. نوازنده از تگ چشمش به او نظر نموده چیزی نگفت. آنها راهشون را دوام دادند. انا در پیش چشمشون دریای پرآبی که در قطقط ساحلش علفهای سبز رویده بودند نمودار شد. شاه دختر باز پرسید این مغزاری کیست که در احاطه آبهای کبود است؟ صاحبش پادشاه دوراجریش است. اگر تو زنی او می بودی آنگاه این دشتها هم از تو به شمار می رفتند. بگفت شاه دختر اشکانش را فرو برده. اگر آزادی من بر من برمیگشت من زنی دوراجریش می شدم. نوازنده قاش و قوقش را بیانداخت و سرش را جنبانده اینجا هم به او سخنی نگفت و آنها باز راهشون را ادامه دادند. وقتی که آفتاب در پشت تپه ها نشستن می گرفت شاه دختر و نوازنده بیچاره به نزد دیواری شهر کلان و باشکوهی رسیدند. در بالای دروازه های زرین مناره گرد جای داشت. شاه دختر پرسید این شهری کیست که مناره‌اش در نزد دیوار هاست؟ صاحبش پادشاه دوراجریش است. اگر تو زنی او می بودی از آن تو هم می بود. اینجا شاه دختر خود را داشته نتوانست. او زار زار گریه کرد و خطاب کرد برگرد بر من آزادی من زنی دوراجریش می شدم. نوازنده در غضب شد. گوش کن عزیزم، بگفت او، به من سخت می رسد که تو در هر یک سخنت نام دیگر کس را بر زبان می آری و باز پشیمانی اظهار می نمایی که با او بر شوهر نبرآمده ای. من چی برایت نه چندان موافقم؟ شاه دختر آرام شد.
тамоми шаҳрро қадам заданду боре бо ҳам ҳарфе нагуфтанд ва онҳо дар як кунҷи шаҳр назди хоначаи хурде ки қариб ки дар даруни замин буд истоданд. дили шоҳдухтар биларзид. ӯ ба хонача назар андохт ва ба шавҳараш ҳам нигоҳ карда хомӯшона пурсид: ин хонаи кӯҳна ва каҷ аз они кист? ин аз они ман ва аз они ту, ҷавоб дод бо як фахрияте навозанда ва дари каҷшудаи хонаро кушод. дар ин ҷо ману ту зиндагонӣ хоҳем кард. даро. шоҳдухтар маҷбур шуд ки сарашро хам намояд, то ки сараш ба тахтаи болои дар ки ниҳоят пастакак буд назанад. хизматгорон дар куҷоянд? пурсид шоҳдухтар ба ҳар тараф нигоҳ карда. кадом хизматгорон? ҷавоб дод навозанда. чизе ки лозим шавад худат мекунӣ. кани оташдонро даргирон ва дар болои он об гузор ва ягон хӯрокае барои ман тайёр кун. ман бениҳоят монда шудам. лекин шоҳдухтар тасаввур ҳам намекард ки чӣ хел оташдонро гирён кунад ва навозанда маҷбур шуд ки худаш дар ин кор кӯмаке ба шоҳдухтар намояд, то ки кор беҳтар шавад. ниҳоят хӯроки ночизе барои шом тайёр шуд. онҳо хӯрда дам гирифтанд. рӯзи дигар навозанда субҳи барвақт шоҳдухтарро аз хоб бедор намуд. бихест соҳибхоназан, вақти хоб рафтан нест. ягон шахсе ба ҷои ту коратро иҷро намекунад. ҳамин хел дар муддати 2 рӯз онҳо захираи навозандаи бечораро хӯрда тамом карданд. хайр занак, бигуфт навозанда, чизи хуб ҳам миқдори муайян дорад. ин бекорӣ моро ба хубӣ намерасонад. мо фақат хӯрда истодаему музде ба даст наоварда истодаем. ту шояд ақаллан сабад бофӣ. фоидааш зиёд намешавад, лекин кораш ҳам начандон бисёр аст. навозанда ба ҷангал рафту аз дарахти беде чӯбҳои тарошида ба хонааш як банчаи овард. шоҳдухтар ба сабадбофӣ сар кард, лекин чӯбҳо ниҳоят сахт буданд ки онҳоро хаму рост намудан барои духтар душвор буд. онҳо дастони сафеди ӯро мехарошиданд. хуш, бигуфт шавҳараш ба кори ӯ назар карда. мебинам ки ин кор барои нозук духтари мисли ту нест. хубаш ки нишаста бофт. шояд ки ҳунарат ва ақлат ба ин кор мерасида бошанд. шоҳдухтар дукро гирифт, лекин риштаи сахт ба дасташ тоб хӯрд. ба мисли оби чашмони ӯ аз панҷаҳояш қатраҳои хун чакиданд. худро азоб додаӣ, гуфт шавҳараш. худат фикр кун, ту ба чӣ кор қодир ҳастӣ? шояд ба фурӯхтани ашёҳо, зарфҳои чинӣ машғул шавӣ. дар бозор нишаста чашмак зада мешиниву танга мегирӣ. шоҳдухтар оҳ кашид ва фикр намуд ки чӣ мешавад агар шахсе аз салтанати мо ба ин шаҳр ояду он ҷо манро бубинад ки ман зарфҳо мефурӯшам. онҳо чӣ хел ба ҳоли ман механдида бошанд. лек илоҷе набуд. ё аз гуруснагӣ мемурӣ, ё ба ҳама кор розӣ мешавӣ. шоҳдухтар розӣ шуд. аз аввал савдояш ниҳоят хуб мерафт. одамон аз фурӯшандаи зебо зарфҳои ӯро зуд мехариданд ва бо он нархе ки ӯ мехост мегирифтанд. ғайр аз ин шахсоне ҳам буданд ки зарфҳоро харида танга дода боз харидагиашонро монда мерафтанд. ҳамин хел онҳо то мавриде зиндагонӣ мекарданд ки ҳамаи зарфҳову ашёҳояшон ба савдо рафтанд. сипас шавҳараш боз як ароба зарфҳои сафолин харида овард. шоҳдухтар дар майдони бозор нишаста ҳамаи ашёҳо, зарфҳоро бо тартиб гузошта ва ба савдо намудан тайёр шуд. ногоҳ аз куҷое набошад як шахси ҳарбии масти дар болои аспи оташини худ шамол барин аз кунҷи бозор рост ба болои зарфҳо омада аз пушти худ танҳо зарфҳои шикаставу чангу ғуборе монда гузашта рафт. шоҳдухтар ашк бирехт. ҳоли ман чӣ мешавад?
از ترس می گفت او شکسته های کاسه ها را گرد آورده. آه، اکنون شوهرم چی می گفته باشد؟ او شتابان به خانه برگشت و گریه کنان در باره بدبختیش نقل کرد کی به ظرفهای سفولین در بازار در نزدی راه در یک کوچه نشسته سودا می کند. گفت شوهرش خیر میلش بس کن، گریه نکن. من خوب دیده ایستادم که تو برای این نمودکار نمیشوی. امروز من در قصر پادشاهی بودم و اونجا از آشخانه پرسیدم که کاسه شوی به آنها لازم نیست. گفتند که لازم است. کنی آماده شو، من تو رو به قصر میبرم و به کار میدرورم. به حد امکان از خوراک سیر میشوی. همین خیل شاه دختری زیبا ظرفشویک شد. او اکنون به آشپزان خدمت میکرد و کاری از همه افلاس رو به او میسپاریدند. او با کیسه های کلانی پیشبندش ظرفچه های را جای داد که در آنها خوردنی های باقی مانده رو می انداخت. بگاهی این خوردنی ها را به خانهش می برد تا اینکه آنها را آنجا خورد. هنگامی که شاه دختر ظرفشوی دیگ های استفاده برده شده را می شست و خاکسترهای تگی آنها را می گرفت در دربار باشد برای جشن کلان تیاری می دیدند. برای جشن توی پادشاهی جوان. نهایت همین روزی با تنتنه فرا رسید. شاه دختر کارش را به انجام رسانیده از آشخانه برآمده به طرف بالا حرکت نموده در پشت دری تالاری تنتنوی ایستاده خواست که کمی به جشن پادشاهی نگاه نماید. انا هزارها شمعها فروزان شدند. آتش‌ها در روی سنگ‌های قیمت‌بها طلاگین و نقره‌گین درخشان شدند و مهمانان یکی از دیگری زیباتر پوشیده وارد تالار پادشاهی می شدند. شاه دختر از گوشه خود به آنها نظر می کرد و هر قدر می نگریست همان قدر افزای دلش بدتر می گشت. من زمانی حساب می کردم که من در دنیا از همه بهترم و نظر به دیگران در جای اولم. فکر نمود او. انا اکنون من آخری آخرانم. خود به خود می گفت دختر. از پیش او خدمتگاران می گذشتند که در دست کاسه های کلان و زیبایی که پر از خوردنی ها بودند داشتند. در بازگشت آنها با او یکی تیکه نان، دیگری قنات مرغ یا دم ماهی می پرتافتند و او همه این چیزها را به کاسچه های کیسه پیشدامنش انداخته می خواست که به خانهش ببرد. ناگاه از تالار خود پادشاه برآمد. لباسش از ابریشم و مخمل، در گردنش زنجیر طلایی. پادشاه دختری جوان و زیبا را که در پشت در می ایستاد دیده او را از دستش داشت و برقصیدن کشید. لیکن شاه دختر از او خودش را رها نموده سرش را به طرف دیگر تاب داده و چشمانش را پنهان نمود. شاه دختر از آن می ترسید که پادشاه او را می شناسد. آخر خودی او پادشاه دوراجریش بود. همان دوراجریشی که شاه دختر او را چند پیش مسخره نموده بود و با کدام سبب شرمنده‌وار پیش نموده بود. اما از دستان پرقوت پادشاه خلاص شدن آسان نبود. پادشاه دوراجریش شاه دختر کاسه‌شوی را به مرکز تالار برده با او رقص کرد. در همین مورد پیش دامنش درید. کاسه ها از پیش دامنش بر زمین افتادند و بشکسته به هر طرف شدند. به هر سو شوربا و نانریزه ها، استخوان ها چاش خوردند. به نظر می نمود که دیوارهای قصر پادشاه از خنده آدمان می افتیده باشند. مهمانان عالی قدر که به جشن آمده بودند، خانم های دربار و سواره ها، مشورتچیان می خندیدند. خدمتگاران باشند خم شده خندیده با دستهایشان شکمهایشان را می داشتند. تنها شاه دختر نمی خندید و خلاص از شرم
هماهیا او تیار بود که به تگ زمین بیفتد. او رویش را با دستانش داشته از دالان دویده برآمد و تیز از زینه‌پایه به پایان روان شد. اما کسی او را داشته از کتفش گرفته به طرف خود گرداند. شاه دختر سرش را برداشته نگاه نموده بدید که این همان پادشاه دوراجریش بود. دوراجریش به وی بگفت: نترس، مگر تو من رو نشناختی؟ من همان نوازنده بیچاره هستم که در خانه خردککی که در کنار شهر جای دارد با تو بودم و من همان عسکری هستم که ظرفهای تو را در بازار به خاک یکسان ساخته بود. منم آن داماد شونده ای که تو به هیچ یک سبب و گناه مسخره‌اش کرده بودی. من از عشق تو جانم را به لطه‌های گدایی عوض نمودم و تو را با این راه خواری بردم تا تو بفهمی که چقدر سخت است برای انسان اگر او را مسخره و خفه کنند. خواستم تا دل تو نرم شود و چون چهره تو زیبا گردد. شاه دختر گریه کرد: آه، من چنان گناهگارم که سزاواری تو نیستم. بگفت او. پادشاه نگذاشت که او سخنش را به اتمام رساند. بس چه بدی بود برفت. گفت او: بیا اکنون تویمان را جشن میگیریم. بانوهای دربار ملکه جوان را کرته پوشانیدند که با الماس و مروارید آرا داده شده بود و او را به تالار کلانترین و زیباترین دربار بردند که آنجا مهمانان عالی قدر انتظار بودند و در بین آنها شاهی پیر پدر شاه دختر هم حضور داشت. همه جوانان را تبریک کرده به آنها بخت و سعادت و همفکری آرزو می کردند. در همین وقت شادی و خرسندی آغاز شد. افسوس که من و تو آنجا نبودیم. در همین جا افسانه ما به پایان رسید. به کانال ما ابونه شوید. بخت یارتان باد.